سلام بچه، چطوری؟ کنجی هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو اومدیم واکترو کنیم از بازی رد دد ردمپشن 1 که تازه برای پی سی پورت شده و میگن که گرافیکش رو بردن بالا و ریمستر و اینا. و اینم بگم که این سیستم من نیست، سیستم خواهرمه که قرض گرفتم برای اینکه این ویدیو رو ضبط کنم. و یا سیستم خودم که گوز این بازم نمیتونه بیاره چه برسه به خودش. خب بریم یه سیو جدید باز کنیم. بازم گذاشتن رو نرمال، چون اصلا هیچی در مورد ردت نمیدونم. اون موقع که ردت تازه اومده بود سال 2012 بود، تو ایران خیلی معروف شده بود و یه دوستی داشتم که خیلی نرد بود. نرد اینی میگه آره یه بازی هست اینا میتونی توش بری از سواری اینا بکنی. من خود بازی کردی؟ گفت نه من تو گیم نتا میدیدم. بعد من دیگه از اون موقع دلم میخواست بازی 7 سالگی هم دلم میخواست این بازی بکنم. 5 سالگی البته میشه، بعد 12 سال بالاخره میتونم بازی انجام بدم. اصلا نمیدونم داستانش در مورد چه، فهمیدم اسم کاراکتر جان مارستونه. جان مارستون. خب ماشینی داره. این ماشینا من خیلی دوست دارم. فکر کنم اینجا ماشین تازه داشت داره از مزایای سیگار کشیدن میده. سیگار بکشید خوبه براتون، مثل همون قضیه سیگار بهمن بود. البته برعکسش این میگه سیگار بکشید، میگفت سیگار نکشید. ولی خب فروش بهمن از فروش سیگار آمریکایی خیلی بیشتره. راکستار گیمز تقدیم میکنه، بازی های ستاره سنگی تقدیم میکند. استایلش هم خیلی باحال و جذاب. فکر کنم اگه اشتباه نکنم مال 1904 بازی تایملاینش، یعنی الان سال 1904 داره به ما نشون میده و دارن جان مارستون کجا میبرن. محصولی از سنگ ستاره‌ای سندیگو فارسیش نمیدونم چی میشه، اگرم اونم فارسی میگفتن. خب دارن کجا میبرن؟ چیه دی for real I do not understand. داره ضبط میشه دیگه. ببخشید بچه ها. خب ادامه ESC ها کانتینیو. برای ادامه باید ESC بزنیم. منطقیه. آهنگ بازی چه جذابه، چقدر جذاب است. آرت دایرکترز فلان داره. دستاندرکاران این مجموعه رو میگه که بازی البته برای 2010 اومده، ولی خب تو ایران همیشه یه سری چیزا دیر میان. میگه بالاخره دارن یکم فرهنگ میارن تو این سرزمین وحشی. میگه بابام این سرزمین درست کرد و مطمئن داره ما نگاه میکنه. ما به نیتیوا کمک کردیم و میگه اونا آره نیتیوا اومدن این سرزمین رو گرفتن، ولی ما کلید رفتن به بهشت رو کسب کردیم. نخونم چیش. میگه اونا این بی فرهنگا ما رو فکر کنم مثلا این کابویا و جنایتکارا اینا مثل وحشی ها زندگی میکنن، ولی الان دیگه دارن بیرونشون میکنیم. میگه الان که موتور داریم، میگه شنیدم میتونیم پرواز هم بکنیم. بعد باباش میگه نه فقط مردی یه ماشین داره میخواد پرواز کنه. این دختره میگه شنیدم پرواز. بعد باباش میگه نه پرواز فقط مال فرشتاست. ظاهرا آقای جان میخواد به گاورنر بده. گاورنر نمیدونم چی میشه. میگه واسه همین خیلی نگران در مورد تمیز کردن سرزمین ها. میگه خانواده‌اش خیلی ترسو و آشغالن که بعد جنگ اومدن. این نمیخوام قضاوت کنم، ولی این سرزمین نباید توسط همچین خانوادگی بدون بی کلاس و زشتی اداره بشه. ظاهرا کلی پول و کلی دوست داخل چیز دارن، یعنی پالیتیکس هم یعنی
بعدم میگه پول که همه چیز نیست. خیلی چیزا هستن که پول نمیتونه بخره. میگه حداقلش رای دهنده ها رو میتونه بخره، رای میتونه بخره، پول رای میخره. اصلا چی گفت دیالوگو بیان رام ترجمه. ما اینجا بریم که خبر برسونیم، خبر با فرهنگ سازی هدیه‌ن، یعنی یه موقعیتی که ما داریم، شانسی که در کنار مردمی زندگی کنیم که شریف هم و نمیخوان همدیگر رو بکشن، که میذارن خیلی راحت دعا کنیم. میگه خیلی گیج شدم. یه بعضی وقتا عشق و تنفر عین هم بعضی وقتا یادم میره اصلا کدوم درسته کدوم درست نیست. آرمادیلو اینجا، آرمادیلو کجا میشه نمیدونم. کنه انگلیسیم اونقدر قوی نیست، تازه خیلی از این حرفا رو اصلا نرسیدم ترجمه کنم، انقدر که تون میرن و میان. خب برو به سالن آرایشگاه نیست فکر کنم. چرا به من آموزش میدادش همه گیما. ببخشید خواستم خیلی راحته، دیدم جا گذاشتم سالونو. خب مثلا خیلی ریلکس بودیم، نه اصلا ندویدیم. منطقیه. آقای مارسون بیا اینجا ببینم. اشتغال ریش داری، 10 متر ریش داری، اندازه کل هیکل من ریش داری. میده چیکار میکنی؟ what the fuck. میگه تو باید جان مارسون باشه. بعضی وقتا من جیکم، دوست دارد بلک واتر من آوردن که تو راهنمایی کنم. اون دوست من نیست ولی خب از دیدن خوشحالم. یعنی یه اسبایی دارم که زین بهشون وصل کردم و آماده برای رفتنم. پیانوی این بازی هم خیلی خوب به نظر میاد. ببخشید بابا چرا شلی بابا برو یه اسب. من سفیده رو میخوام، این که سفیدی نصفش سفیده، آر ریختن روش. اوکی داداش وایستا، چرا نمیدوه؟ برو. چرا شیفتو میزم نمیدوه؟ چی میگی تو؟ آره اوکی خدا رو شکر. خدا رو شکر اینجوری، خدا رو شکر. خب اوکی بیل اومد سراغت. بیل ویلیامسون. بیل چی؟ همین الان بیا بیرون. get out. ببخشید من یه دقیقه نگاه کنم دوباره داره زرد میشه خودش. get out. بیا بیرون. برو الان جان، نمیخوام بکشمت، مجبورم نکن بکشمت. یه چند قرار نیست کسی رو بکشه بیل، هیچ کس. یه فکر کردم دیروز به دنیا من، یعنی فکر احمقم، همیشه فکر میکنم من احمقم. این عادلانه نیست بیل، تو مثل داداشم بودی، اومدم که نجاتت بدم. میخنده. به نظر میاد که نجات پیدا کردن نیاز دارم. بیل لطفاً میخوام همشونو بکشم، میخوام اونو بکشم، من میخوام بهت کمک کنم. تو هیچ وقت سعی نکردی من کمک کن، من نجات بده قبلا. همش میخواست خودت نجات بدی. اینجوری به نظر میاد که همش خودت. بیل یکم در مورد این فکر کن. ایمپلور میشه چی؟ نمیدونم. یه تو همیشه حرفای قشنگ میزنی، ولی الان چیزا عوض شدن. الان من رئیسم، هیچ داچی نیست و هیچ توی هم قرار نیست باشه. میگه برو بهشون بگو. ایمپلور نمیدونم چی بود. بهشون بگو که یکم افراد
خفن تری بفرستن. در اون میگه خب اصلا مردیم اول بازی جان بیچاره مردیم. اوکی مسی اومدن ما رو نجات بدن. چقدر یهویی و غیر منتظره فکر می‌کنم جان اینجوری کلتشو ورده کلت دیگه ورداره اینجوری همه رو تق همه رو میزنه، ولی نه تا اومد دست ببره به کلتش یا اسلحه‌اش زدن پخ زدنش دیگه چی بود. خب بازی هم سیو کرد. دوستای جدید مشکلات قدیمی. حداقل زنده ای. به نظر میاد چه احساسی داری؟ میگه مؤدبانه نمیشه میگه اون میگه احمق حرفی که ما استفاده کنیم میگه یه کار احمقانه کردم. میگه خب اوکی میشی. میگه تا وقتی نمردی حالت خوبه. $15 میشه ناقابل. متاسفم خانوم همون جا میذاشتی که میمیرم. میخواستی بمیری؟ همین یا سعی دقیق رفتی داخل شکم فورت مرسد و یه Mr. Marston, John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? Okay. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life. مرسی که جونم نجات دادی. Next time, Mr. دفعه بعد Marston, I آقا strongly من recommend پیشنهاد میکنم you که earnestly. خیلی اعصابت سری خورد نشه. Bear that in mind. این حواسم این تو ذهنم نگه میدارم. خب یه سری مشکلاتی برامون پیش اومد. نور ندارم. نور اصلا مهم نیست نورم به مشکل خورده باشه یا نه. مهم اینه که بازی رو انجام بدیم و لذت ببریم دیگه. خب نمیتونیم بدویم نه میدونیم بدویم منطقیه. یه برو به دانی ها بپیوند. به دانیش یه بانی زده اصلا دانی فونتش نه حالا شاید مچشون خیلی ظریفه قطعا پارکور داره این بازی برگام. آقای مارستون به نظر میاد که به قسمت موندا زنده ها برگشتی. میگه اومدم یه کاری حالت تجربه که اون $15 که هزینه درمانم برد و برات جبران کنه. بیا دنبالم بیا یه اصلی رو نشون بدم. ویو بزنیم روی چیزای مهم تمرکز کنیم. ما اینجا چیزا رو زنده میکنیم. ببخشید میگه الان حوصله اینا چیزای رسمی نداره. من این اسبر رو سوار نمیشم سیاهه. معذرت. میتونیم اسبامون هم پارک کنیم. همون مکانیزمای جی تی ایه فقط به جای ماشین و اینا اسب.
میتونم بهت شلیک کنم؟ نه من نمیخوام شلیک کنم، تازه تیرم کم میشه. داشت بذار تو جیبت. How about a cold drink, Mr. Marston? یه نوشیدنی خنک چطوره؟ میگه مرسی. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. میگه تیر خوردن بعدش اصلا یکم سخته، یعنی I'll show you the house. پدرتو در میاره. Sit for a while. یعنی مثلا خونه نشون بدم یکم مثلا استراحت کنی. آره دیگه دعوتمون کرد به خونه‌شون. بابا هم نشست. Mr. Marston, بله. Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with میگه Russell یادت اون and مشکلی که other بهت گفتم I do. با بعضی Will از you help me این keep watch on the property line this evening? عرضه رو باشه اینا. I want to see یعنی Jesse ظهر trespassing on our عصر land. میخوام یه It's سری a fine weapon. بریم کسایی رو شکار کنیم که این طرفایی Really میگن beautiful at around this time. سرشون رو کردن داخل این منطقه ما. Come on then, let's mount up and take a look around. باش بریم سوار اسب بشیم و این نگاهی به اطراف بندازیم. یعنی عصری عملا نصف شبه، عصر نیست. خیلی آسون تره که من زیر نویس کنم ولی سخته. Try not to get yourself shot again. میگه چشاتو باز نگردار و سعی کن که دوباره تیر نخوره. آره داشتم میگفتم زیر نویس کردن برای خودم موقع ضبط آسونه و موقع I ادیت feel a بدم lot در happier someone's along with me. میگه احساس خوشحال تری دارم که وقتی کنارم میگم من علی که مسلسلم احساس خوشحال تری دارم. We should make quite a team. میتونیم یه با انرژی مردانه و انرژی زنانه من فکر کنم اینو گفت یه تیم خیلی خوب درست کنیم. یاره Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? اوکی مثل باید بریم یه سری خرگوشاری که دارن میخورن داداش. Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. دوزی خیلی سخته. امیر That's it. Kill those little varmints. من ایمم خیلی بده معذرت. خرگوشه شانسی نداشتن. حالا بریم بقیه جاها رو گشت بزنیم. تو دوگ می ام پی سی دوگ من اینجا پارکور میزنم تو نیم ساعت اونجا چرخ بزن. نمیشه اسلحه رو داری تو جیبت لطفا آقای مارستن. یه سری زمین داره که باید محافظت کنیم. اصلا همین جاهایی که نتونستم ترجمه کنم یا نرسیدم ترجمه کنم زیر نویس میکنم. میگه اگه ارزل اوباش نیان ما رو محصولات ما رو دادن خرگوشا میان. یه شاید باید یه خانه برای خود بشه توی شهر بزرگ زندگی اونجا آسان تره. اوه یه کایوت اومده. کایوت آهای کایوت ها داشت نمیشه سریع تر بگیم. یا معذرت. ای بابا آها از اینجا زدمش. ای کایوت های بی تربیت. میگو نتونستی چه کار کنیم میگم اینجا رو میدوزی. این داره فرار میکنه. آها داشت رو پریدی وات برگه داشت میشه بگی چرا نمیدونی داشت چرا پیاده شدی اسکو من ریلود کن. کشتیشون دعوت کرد ما اسکولم دیگه. یعنی میتونی مسلسل رو هندل کنی. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're
You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. میتونم مرد به در بخوری هستی برای که از یه محافظت کنم. We'll do whatever we can to help you. I sure هر کاری appreciate بتونیم that, میکنیم تا ازت Mr. تا Farland. کمکت کنیم. یه خیلی قدردانم از این بابت خانم فارلند مادر. This is you, Mr. Marston. این تویی آقای مارس. یعنی چی یعنی چی این تویی؟ اصلا رو ببندیم. Thank you for your help, Mr. Marston. یه مرسی که کمک کردی. Saved your life. یه ذره خوشحال از زندگیت نجات دادم. See you in the morning. یکم بخواب و از صبح میبینمت. شب بخیر خانم فلان. خانم فلان. مثل جی تی ای آی وی دیگه میتونیم بخوابیم روی تخت و سیو کنیم بازی رو. من یکم موهام تازه هم اومدم ناسالم ناجور رو همش بخورد دماغم عصبی کنه. پس برای امروز من اینا رو میدم اینور. یکم بیارمش پایین دیگه. الان میتونیم لباسامون رو عوض کنیم. چه لباسایی داره؟ بزنیم لباس جنتلمنانه بپوشیم. بزنیم چی؟ لباس نه مرسی. همین لباس معمولی زیادم هست. چیو دوستم اوکی. ایو بزنیم بخوابیم. Oh, Mr. Marston. آقای How مارستن are you doing today? امروز چطوری؟ I'm well, Miss McFarland. یه خوبم آقای خانم فلانی. I'm تا fine. چطوری؟ Thank you. یعنی که خوبم So, مرسی. how are your ribs? یا چیزا اونجایی که تیر خورد شده Apart from a couple extra یکم scars, درد میکنه ولی خب مثل همون زخمایی که خیلی وقت پیش تمام کردم خوب Come میشه. in, come in. بیا تو. You know, you never did tell me how you met that Bill Williams. یعنی هیچ وقت نگو چیزی با اون بیل رفیق شدی یا چی ازش میخواستی؟ no, miss, I did not. نه خانم بهت نگفتم. Well, why خب not, چرا if نه؟ you don't mind me asking? اگه مشکلی داری بپرسی Certainly دارش. don't mind you asking if you don't mind me not telling. میگه اگه دلت اگه اذیت نمیکنه نمیخوام بگم. Somewhat pathetic tale. By telling you, not only will I be putting your life in danger, میگه اگه بگم نه تنها زندگیتون میذارم تو خطر people that I hold very dear. بلکه I apologize اون if I seem to be مردمی که خیلی برام مهم منم تهدید Apologize for my میکنه. reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. میگه امیدوارم باور کنی که واقعا از روی احترام میگم. Such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I من see یه you مرد on شهری نیستم. Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. من هنوز مرد شهری نیست حتی که با اون بگردم. I hate to take money from a lady, miss. میگه نمیخواد از یه خانوم پول I'll race بگیرم. you right now. If it makes you happy. میگه پنه میخوای بعدا همین الان بود مسابقه میده. اگه خوشحال میکنه اوکی. میبریم ببینیم میگه. All right, I'll show you how we ride round these parts. یا که البته نشونم که چجوری ما میرونیم اسب‌ها رو توی مناطق. یه ریس داریم مثل که باید بهش برسیم. نش میشه بروی کامان استمنه اسب کجا میزن؟ پرواز کردم توی On ریس the استاد. count of three. یه تو شماره 1 Two, one, واسه شماره go. نه I من trust you're not gonna be a gentleman about this. یا امیدوارم جنتلمن بازی در نیاریم سر این من جنتلمن بازی در نمیارم ترای هارد استگ من نباید از اینزم ببازم اونم چی ببخشید راه برو عاشق پرتابم که ببخشید اسب قشنگی میشه بریم Let's go. کجا استمنه اسبم ببینم معذرت چقدر استرس داره چقدر سخته Go. معذرت چقدر روندن اصلا سخته واسه همین الان ماشین بریم روی رد اسبا سریعتر میده روی جاده و رد اسبا رد سمهای اسب شما فقط برسیمش برای وقت ظاهرا That was fun. یه خوش گذاشت Sure. آره You know,
You should go pay the marshal a visit in Armadillo میاد sometime. میاد تو آرمادیلو به مارشال یه Sure. سری Hope you بزنید. that nice Mr. Williamson. میگه میتونه با بیل بهت کمک کنه آقای ویلیام با آقای ویلیامسون. You do میگه whatever میره you حتما think انجامش is میدم. best, Mr. Marston. میگه هر کاری فکر می‌کنی خوبه انجام بده دیگه چیکار کنم. آره. 20 تا به شهرتمون اضافه شد. 20% که نیست. خب الان میتونیم ماموریت‌های آرمادیلو رو انجام بدیم ولی ماموریت‌های مانی هنوز مونده پس میریم انجامش. Ah, Mr. Marston, how are you? آقای مارسون چطوری؟ Farland, how are you? خوبه خانم فلانی چطور؟ Would you mind riding with me to Armadillo? میگه من میخوام به آرمادیلو I've got برسونی. some I could do with the company. یکم یه جایی دارن که You باید can take the یه reins. موادی It دارن. wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. نخوندم. Hop on up, Mr. Marston. به پروالا آقای مارسون. همیشه باید به یه بهونه ای آره همیشه باید به یه بهونه ای پلیر رو مجبور کنن که برونه. If you don't mind, I'd really like to get moving. اگه You're looking much better. مشکلی Considering خاصی you were نداره. almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately inignorant. خب یه سری مشکلات فنی پیش اومد اصلا مشکلی نیست. بریم ادامه بازی. Realized we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little من بتمنم. stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser men. منطقه سید خواستم مثلا ببینم اینجوری وقتی یه جایی بیافته اینجوری مثلا یعنی جی تی ماشیناش اینجوری نمیره پایین نه قشنگ چپ میشه کلا منطقیه ولی You never did tell me where you live. I have a small holding up in تغییر کرد دیالوگا A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. نه I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. آرمادیلو کنترل لفت بزن که آروم آرام برانید دندقه هم میره بردون بزن با کله بریم تو این خیلی آروم رفتیم ها So this is این آرمادیلو Armadillo. Manhattan it is منحتن not, نیست but it does okay. ولی خب کارمون رو راه میندازه Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some درسته medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fella. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. حالا باید بریم پیش دکتر از یه پله به این کوچولو پارکور زد خب Just finished helping him. How can I help? چی میگی؟ Hello, friend. I'm selling some good. نه مرسی Appreciate it. آره اصلا اینجا دارو میخریم مثلا حواسم نبود How
are you, بیا. friend? I got to talk to them. اولیشو چیز حساب کرد همین زنه خانم فلانی خانم لوبیا. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. آخرین دیالوگ هم زیر نوشت من خودم ترجمه کنم. گفت حواست باشه تیر نخوری چون من دفعه قبلی دیگه نیستم بیام نجاتت بدم. الان اینو که گفت دیگه جان مارسن از اول تا آخر عمرش یه بارم تیر نمیخوره. حالا ببین کی گفتم. اینجا مثل که یه چیزی مثل منحتن دیگه کار را بندازی اینجا. اوکی. اینجا چیه؟ اوه میتونیم حتی خونم اجاره کنیم. ملک و املاک اجاره کنیم اینجا. خیلی دلم میخواد بشینم یکی رو بزنم. مش نمیزنه؟ مش نداره بازش برگام. جستو بالا. شوخی کردم به قرآن. نه فرار نکنید. داشت میشه اصلتو بدوزم. برو بینی بابا میشه اسب دوزید برگام. خب الان بریم ماموریت های کی انجام مثلا مپ رو باز کنم. یه دقیقه مپ رو باز کن. حاجی چه مپ درازی داره. البته شنیدم مپ رد دد ردمشن 2 خیلی درازتره. انشالله اونم واک ترو کنیم. نه اگه خوشتون بیاد اگه دوست داشته باشید واک ترو میکنیم. واک ترو اوشت پلیس افتادون بالا. آخه من جونم مرتکب فقط یه ذره تفنگ گرفتم سمت این نفر. برای ماموریت های بانی رو انجام بدیم. آقا این به اون پول نمیده که. این جان مارسون جنتلمن بازیش گل کرده پول از بانی نمیگیره. اینا ازش هی داره سوء استفاده میکنه شاید. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. خوشش نمیاد بهش بگیم خانم. این قبل من بانی دی خاکیه. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, داستانش تعریف if I میکنه. don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. 15 My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I
don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. No way. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. خیلی بس. That's the life I left. I tried to leave. Said too much, Barney. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I could try. What do you need? Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. یه کمک را باش بکنیم دیگه. یه کمک را براش بکنیم و ما هم میگیم اوکی. اسب تو سوار شدیم. اسب سیاه خیلی با بود. جوره ما هم میبرم. ببخشید. Alright, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Easy. Giddy up! Control that horse, will you? Get behind the herd. Nothing starts to move in the right direction. Assuming they aren't put up by themselves. Let's go. باید چکار کنیم گاواری کار بکنیم که الان پشت گاوار که چرا اینجوری میری نه برو داداش برو Let's go. میشه راه بری گیر کرد برو نه نه اومدی نه چرا میپری این ور خب احمد کنترل دست پیش سخته جر خوردم چرا میره این ور من دارم این وری میگیرم نه 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 اینجا نه اینجا نه اینجا نه اینجا نه ولی اون ور تو کجا میری برگرد اسکل برگرد این ولی آقا میشه اوکی برو سخته چرا رقم میره اصلا نه اونوری نه اینوری اینوری برا مرحله سختم نبود من نوبم داشت کجا میری داداش یا برو اینوری وای اقدر سخته تو مش میشه بگی کجا داری میری اینوریه برید اینوری برو اونور
چه عقب موندی؟ برو برو برو. داشت میشه بری؟ چقدر بازی جذابیه و سخت. چرا این اینقدر اسکلن؟ نه بابا اینا چرا؟ برو نه این ولی نه بابا اینا چرا اینقدر اینوری میرن؟ برید. چرا مرحله سختی بابا؟ بابا اینوری نه. بابا چقدر اینا اسکلن؟ اینجوری پخش شدم من چی کار کنم اینا رو؟ شیطونه میگیرم به همشون تیر بزنم. میشه برگیری سر جات؟ من نمیدونم باید چیکار کنم اینجا بابا. یه بار پشتشو برای که به جلو هدایتشون کنه. نه اینوری نه. داشت کجا میری؟ چه کار سختی دارن اینا که تو مزرعه زندگی میکنن. یه بار تو. نه اینوری نه اینوری نه. من برو توی خط. نه اونوری نه. بابا اینوری برید. آخر برو. بابا چرا اینقدر میچرخی؟ نه فکرم تموم شد. خدا رو شد کاش تموم شده باشه. $5 گرفتیم بالاخره. اسلحه جدید گرفتیم. اسلحه جدید میتونیم بخریم. الان ماموریت های بانی میخوام. خسته شدم. امیدوارم که از این پاد لذت برده باشید. تا قسمت بعدی خداحافظ همگی.